بینندگان عزیز، امروز 11 شهریور سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران است. به این مناسبت در برنامه چشمانداز این هفته گفتگویی داریم با رفیق ابراهیم علیزاده، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران و دبیراول کمله. با ما همراه باشید. رفیق ابراهیم، با سپاس از حضور شما در این برنامه. خیلی متشکرم و خدمت همه بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران عرض سلام دارم و ضمناً به همین مناسبت منم صمیمانه‌ترین تبریکات خودم و خدمت همه رفقای حزبی و همه مبارزینی که دل در گروه برنامه اجتماعی حزب کمونیست ایران دارن عرض میکنم و برایشون در همه امور زندگیشون موفقیت آرزو دارم. بله رفیق ابراهیم، در فرصت‌های دیگر خود شما و رفقای دیگر مطالب زیادی در مورد نقش و جایگاه حزب کمونیست ایران گفتید و نوشتید که در شبکه‌های اجتماعی هم در دسترس هستند. از این رو اگه اجازه بدین گفتگوی امروزمون رو به مبرم‌ترین مسائل سیاسی امروز ایران اختصاص بدیم. بله بسیار مناسبه، من موافقم، اما در همین فرصت میخوام قبل از اینکه وارد بحث بشیم چند مطلبی رو که به نظرم مهمه خدمت بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران عرض کنم. اولا اینکه ماه شهریور یکی از ماه‌های پرتب و تاب و پرحادثه همه تاریخ 44 ساله حیات جمهوری اسلامی ایران هست. تو این ماه اتفاقات زیادی افتاده که البته آخرینش و پر افتخارترینش و شورانگیزترینش انقلاب ژینا بود، اما بعد در همین ماه و در همین روزها اتفاقا 10 شهریور ما شاهد اعدام هزاران کمونیست در زندانهای جمهوری اسلامی در سالهای دهه 60 و در سال 67 بودیم که به همین مناسبت یاد و خاطره اونا را گرامی می‌داریم و به خانواده‌های سرفرازشون و همینطور به خانواده‌های سرفراز فعالین و اعضای حزب کمونیست ایران که در همین قتل عام‌ها جان باختند درود میفرستیم و امیدواریم روزی از روزها مسببین این جنایت ها در دادگاه عدل مردم جوابگو باشند و این روزهای سخت و تاریک به زودی به پایان برسه. بله رفیق ابراهیم، بحثمون رو ابتدا از با این مسئله شروع می کنم که هرچند ممکنه قدری هم کلی به نظر برسه. ما در آستانه یه سالگرد انقلاب ژینا هستیم، همونطور که خودتون الان بهش اشاره کردین. ارزیابی شما از وضعیت سیاسی کنونی در ایران چیه؟ از قبیل موقعیت رژیم، شرایط زندگی مردم، نقش قدرت‌های خارجی در تحولات ایران و غیره، شما در این مورد بیشتر برای بینندگانمون توضیح بدین. به طور خیلی خلاصه میشه گفت که تا اونجا که به مردم مربوط میشه، هم رنج و محرومیت و استثمار و فقر و همه چیزهایی که این روزها مردم رو تحت فشار قرار داده، هم اینو میبینیم، هم از طرف دیگه مقاومت و مبارزه رو میبینیم. یعنی هم رنج هست، هم محرومیت هست، هم مقاومت هست. در هر دو طرف، در هر دو این عرصه ها مردم دارن تجربه میآموزن. این از تا اونجا که به مردم مربوط میشه. تو این دوره 1 ساله گذشته جرأت و جسارت اعتراض کردن، مبارزه کردن بسیار بالاتر رفته. شما میدونید که 10,000 نفر از مبارزین رو دستگیر کردن، به زندان انداختن، صدها نفر رو جان باختن، بعد هزاران نفر زخمی شدن، ولی باز میبینیم تو خیابونای امروز ایران چه خبر هست، شهرهای ایران چه خبر هست. یعنی مقاومت در همه جا موج میزنه. بازنشستگان دوباره عرصه خیابونا رو گرفتن، کارگرها اعتصاب میکنن، معلم‌ها اعتراض میکنن. در همه عرصه ها ما مقاومت رو میبینیم. این از تا اونجا که به مردم مربوط میشه، هم به اصطلاح رنج هاشون، آسیب‌های اجتماعیشون افزایش پیدا کرده و همین که این واقعیت که تسلیم این شرایط نشدن، اینو میبینیم و این خودش امید بخشه. تا اونجا که به خود رژیم مربوط میشه، رژیم جمهوری اسلامی واقعا در 1 سال گذشته بحران‌های درونیش بسیار تشدید شده. تو آشفتگی تو تمام سطوح رژیم به وضوح دیده میشه.
و این چیزی نیست جز نتایج انقلابی که در جریان هست و میبینیم که چه تناقضاتی در گفته های رهبران جمهوری اسلامی دیده میشه. اون هسته سخت قدرت در واقع دور و برش تماما خالی شده، یعنی حتی نزدیکترین کسایی که تصور میشد بخش جدایی ناپذیری از این رژیم هستن به مخالفت بهش برخواستن و این یک واقعیت عینیه. ببینید حتی اصلاح طلبان حکومتی هم که همیشه میخواستن یک مثل چتر نجاتی باشن برای رهایی جمهوری اسلامی از سقوط حتمی، امروز میان میگن که گذار از جمهوری اسلامی. این نشون میده که این رژیم حتی در درون خودش هم منزوی‌تر از همیشه شده و این هم باز در سطوح مختلف دستگاه سرکوبش هم دیده میشه. دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی هم دچار تردیدات و تزلزلاتی شدن که البته هنوز فعلا مجال زیادی هست برای این موقعیت، ولی در هر حال مشاهدات زیادی هست که همین هم نشون میده. تا اونجایی که به موقعیت به اصطلاح اقتصادی خود رژیم مربوط میشه، بحرانش تشدید شده، هیچ راه حلی برای تخفیف این بحران ندارن. یعنی حتی اگه الان پول زیادی هم بیاد تو کیسهشون، با این پول نمیدونن چه کار کنن. چرا؟ برای که زیرساخت اقتصادی این کشور ویران شده و دستگاه ها و ابزارها و چیزایی که باید تعمیر بشن حتی در انبارهای خیلی قدیمی هم لنگشون پیدا نمیشه که دوباره بخوان تعمیر کنن. اگه بخوان یک مؤسسه رو، یک بنیادی رو، یک نهاد تولیدی رو تعمیر کنن، باید از پایه ویران کنن دوباره بسازنش و مضافاً در یک دستگاه فاسدی که اینا به وجود آوردن، این دستگاه فاسد هر پولی رو که در حلقومش بریزی غرق خواهد شد درش، یعنی پولی تو دستشون نمیمونه، اینقدر به چاپ و دزدی و اختلاس از این حرفا هست. و علاوه بر همه اینا محیط زیست اونچنان تخریب کردن که هیچ پروژه اقتصادی تحت این سیاست و با این پیشینه و با این رژیم هیچ موفقیتی تصور نمیشه. بنابراین اگه حتی فردا محاسبه اقتصادی هم برداشته بشه، پولی هم تو دستشون بیاد، تو خزانهشون بیاد، اینا نه تنها کمک نخواهد کرد به حل بحران اقتصادیشون، بلکه اینا تشدید خواهد کرد. تنها خاصیتی که این پولا داره اینه که توان سرکوب اینا رو البته بیشتر میکنه، توان سرکوبشون رو بیشتر میکنه و همین واقعیت هم هست که دولت‌های غربی در واقع همین دارن تعقیب میکنن. با آزاد کردن بخشی از پولهای جمهوری اسلامی و دادن بهشون اون 7 میلیاردی که اخیراً گویا دستشون گرفته و همه اینا، اونا به اصطلاح در واقع خودشون هم میدونن نمیتونن درهای بازار ایران رو به روی بازار سرمایه جهانی باز کنن. میدونن که این به معنای گشایش اقتصادی در بازار منطقه و ارتباط اقتصادی ایران با جهان غربی نخواهد شد، بلکه فقط ابزار سرکوب اینا رو تیزتر میکنه. حالا در همین رابطه نقش دولت‌های غربی هم خیلی واضح شد. تو همین 1 سال گذشته ما دیدیم که اینا واقعا از این، یعنی دولت‌های غربی هم تقریبا به اندازه خود جمهوری اسلامی از نتایج انقلاب ژینا نگران بودن. این انقلاب اونا رو هراسان کرده بود، چون نمیدونستن عاقبتش چی میشه. اونا مطمئن بودن از درون این انقلاب یک نیروی سرسپرده مطیع اونا که تابع سیاست اونا باشه سر برون نخواهد آورد. اینا در سیمای اپوزیسیون طرفدار خودشون میدیدن. بنابراین میبایستی یه جوری این انقلاب هم سر وا کنن. حالا اون در شرایطی که اوج مبارزه مردم بود، در شرایطی که استقبال جهانی از این شعارهای این انقلاب میشد، این از نظر افکار عمومی مردم کشور خودشون قابل قبول نبود، یعنی براشون آسون نبود در پیش گرفتن این سیاست. ولی با فروکش کردن نسبی تظاهرات در خیابان ها و اون مبارزاتی که در سال گذشته در جریان بود، اینا به تکاپو افتادن که بلکه کاری بکنن که دیگه این جنبش نتونه سر بلند کنه و این هم با تخفیف فشارهایی که بر روی جمهوری اسلامی است و این عملی میشد و با آزاد کردن بخشی از پولا و با سازش‌هایی. ببینید سازش‌هایی که با جمهوری اسلامی کردن اصلا واقعا افتضاحه. شما فکرشو بکنید با گروگانگیر دارن معامله میکنن و بهش میلیاردها پول میدن
با هیچ گروگانگیری در دنیا تا حالا اینطور معاملات سودبخش و نمیدونم معاملات پرزرق و برقی صورت نگرفته. تروریستاشون رو تحویل میدن در مقابل گروگانهای بیگناهی که فقط به منظور مثلا گروگانگیری تو کشور نگه داشتن اینا رو مبادله میکنن و جلوی چشم جهانیان هم این کار میکنن. این واقعا نشون میده که دولت‌های غربی در این رابطه چیزی جز منافع دراز مدت خودشون فکر نمیکنن و منافع دراز مدت خودشون هم در ادامه انقلاب ایران نمیدونن. درسی که میشه از این رویدادهای همین یک سال گذشته، اگر نگیم همه 40 سال که باز همین ماجراها بوده، درسی که میشه گرفت اینه که بنابراین به مردم نباید وعده سرخرمن داد و اونایی که به مردم وعده سرخرمن پشتیبانی دولت‌های غربی میدن اینا دوستان مردم نیستن. اینا کسایی هستن که از انقلاب مردم به همون اندازه غربی‌ها و شاید به همون اندازه خود جمهوری اسلامی نگران هستن. بله رفیق ابراهیم، در رابطه با انقلاب ژینان نخستین سوال من اینه که میدونیم که تظاهرات خیابانی در اشکالی که ماهای اول آغاز این انقلاب شاهدش بودیم تا حدود زیادی فروکش کرده. از نظر شما چی شد که چنین اتفاقی افتاد؟ ببینید اگر مثل اخبار و تبلیغات جناح راست اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو در یک سال گذشته و در جریان انقلاب ژینا تعقیب کرده باشید متوجه میشید که اونا وعده یک پیروزی زودرس به مردم میدادن. یعنی به مردم وعده میدادن که امروز و فردا جمهوری اسلامی سرنگون میشه و میخواستن به یه جوری سر و این انقلاب رو به هم بیارن. این تبلیغات اونا این هدف رو دنبال میکرد و ما همواره اینو میگفتیم و تأکید میکردیم که نبایستی مردم در انتظار یک پیروزی زودرس و آسان باشند. برای پیروز شدن باید ملزومات پیروزی را فراهم کرد و قبل از هر چیز بسیج توده های وسیع مردم، میلیون ها مردم بایستی به خیابان ها بیابند، میلیون ها کارگر باید حساب کنند، میلیون ها بازاری و اقشار فقیر جامعه و کسب بایستی دست به دست هم بدن و این اعتراضات بپیوندند. در این صورت میشد تصور کرد که پایه های این رژیم به طور اساسی به لرزه در اومده و شرایط برای یک انقلاب عمومی و سرنگونی فراهم شده. ما در این میکنه ولی میدونستیم چنین موقعیتی به تدریج حاصل میشه، گام به گام حاصل میشه و در مسیر پیشروی خودش عقب نشینی و پیشروی و دفاع خواهد داشت و پیروزی از حاصل جمع این تاکتیکا، تغییر تاکتیکا و این فراز و فرود هاست که حاصل میشه. بنابراین ما اینو میگفتیم ولی اونا که میخواستن هر چیز زودتر قضیه سرتش هم بیاد و از تعمیق انقلاب و از به میدان آمدن توده‌های وسیع نگران بودن، اونا وعده پیروزی زودرس و آسان به مردم میدادن. اتفاقی که افتاد این اتفاقی بسیار آگاهانه و هوشیارانه بود. یعنی اگر هم حالا از یک مرکز، از یک ستاد رزمنده رهبری کننده این جریانات هدایت نمیشد، ولی در واقع یک خودآگاهی عمیقی که در بین توده‌های مبارزه این دوره شکل گرفته بود به اونا میگفت که بایستی الان وقت، حالا که به اصطلاح اون اهداف اولیه در گام اول که به میدان آوردن توده‌های وسیع باشه، کارگران، مردم زحمتکش، محلات فقیرنشین و اقشار دیگه جامعه که محرومن و مخالف جمهوری اسلامی، حالا که این حاصل نشده بایستی این دستاوردهای تاکنونی رو تثبیت کرد، از این دستاوردها نقطه پرتابی درست کرد برای پیشروی‌های بعدی و این دستاوردها واقعا وجود داشتن و ملموس بودن. شما فکرشو بکنید چجوری میشه تصور کرد یک مبارزه ای 50-60 هزار نفر دستگیری بده، چند هزار نفر زخمی بده، چند صد نفر جانشون ببازن، جان باخته داشته باشه، ولی به فکر بازنگری به تاکتیک ها و در پیش گرفتن تاکتیک ها و سیاست تازه‌ای نیفته و این اتفاقی که افتاد و میبینیم که این به اصطلاح در واقع تلاش برای تثبیت دستاوردها و تلاش برای تحکیم موقعیتی که به دست اومده بود و آماده سازی برای حرکت بعدی یک تلاش واقعی بود. شما همونطور که میبینید تو خیابونهای تهران
خیابون‌های شهرهای بزرگ هیچ وقت خالی نشد، ساکت نشد، منتها در شکل دیگری مبارزینی که شعار زن زندگی آزادی در پیش گرفته بودن حاضر نشدن حجاب اجباری رو بپذیرن. این درگیری هایی که هر روز در مترو، در صف خانوار، در صف تاکسی، در اتوبوس، اینجا اونجا اتفاق میفته، هر جای تو جای این مملکت. شما ویدیوهایی رو که این روزا منتشر میشن از خیابون‌ها و شهرهای تهران نگاه کنید، ببینید اینا گشت ارشاد و گروه‌های نهی از منکر و اینا رو چجوری به هیچ گرفتن و در اینکه البته میبینید اذیت هم میشن ولی مقاومت میکنن، مقاومت جسورانه‌ای که در مقابلش البته مردها هم پشتیبانی میکنن، دفاع میکنن. این دفعه دیگه زنها تنها نیستن که زنهای خیابان انقلاب تنها خودشون به اصطلاح حجابشون رو بر سر چوب داری بگیرن و تکان بدن برای پرچم آزادی خودشون. این بار دیگه مردان هم پیوستن. خب این یک نشون میده که این جنبش در شکل دیگری در این که موقعیت خودش رو داره تحکیم میکنه، دستاورداش رو پاس میداره، در این حال زنده بودن خودش هم اعلام میکنه تا در مرحله بعدی چه اتفاق بیفته. علاوه شما میدونید تو همین یک سال اخیر جنبش مطالباتی هم خیلی رشد کرده. امروز حالا خیابونا با همون شعارهای جنبش زن زندگی آزادی آباد نشده، ولی در مقابل بازنشستگان یک روز خیابونا رو ترک نکردن. یک هفته در سیستان و بلوچستان هر روز جمعه محشری برپاست. در معلمان، کارگران، اصلا جامعه ایران از حرکت نیفتاده. و علاوه در همین فاصله میبینیم که حضور در بر مزار جانباختگان در شهرهای مختلف خصوص تو کردستان یک روز هم قطع نشده. این نشون میده که این جنبش آگاهانه داره خودش رو برای خیزش بعدی منتها در شکل نوین و در شرایط نوینی آماده میکنه. بله رفیق ابراهیم، اگر از نظر شما این انقلاب، ببخشید من دوباره سوالمو تکرار میکنم، اگر از نظر شما این انقلاب همچنان در جریانه، در این صورت با فروکش کردن تظاهرات خیابانی انقلاب ژینا در چه اشکالی به حیات خود ادامه میده؟ ببینید مهمترین، من چند تا از مهمترینشون اشاره کردم. به نظر من یکیش در شکل مقاومت زنان در مقابل حجاب اجباری، یک. دوم در تداوم جنبش مطالباتی با به اصطلاح یک درجه تعرض بیشتر، با یک درجه توقعات بیشتر و مؤثرتر در مقایسه با گذشته. اینا به نظر من در جنبش دادخواهان، این خانواده هایی که به دادخواهی از فرزندانشون برخواستن، خودش در یک تلاش وسیع فرهنگی که در سطح ایران انجام میگیره در خودش نشون میده. شما تصورشو بکنید که این اتفاق در جامعه، اتفاق انقلاب ژینا در جامعه روی داده که این جامعه 44 ساله زنان تحت فشارهای تحقیر کننده قرار دارن و انسان درجه دوم به حساب می اومدن و بخشی از جامعه مرد سالار هم با این تلویحاً با این سیاست به اصطلاح جمهوری اسلامی همراهی میکرده. ولی الان نگاه بکنید مقام زن و موقعیت زن یک سر و گردن در مقایسه با قبل از انقلاب ژینا بالاتر رفته. حرمت زن در این جامعه بسیار ترقی کرده و این به صورت تحول فرهنگی بزرگیه. من یه جای دیگه هم عرض کردم که حتی الان احزاب و سازمان‌های سیاسی هم به خودشون اومدن که چرا در ترکیب کمیته مرکزی ما و رهبری ما اعضای زن کم هست، چرا در هیئت‌های مذاکره کننده و هیئت‌های سمینارها و جلسات و اینامون سخنگوی اصلیمون زنها نیستن و حتی حضور کم رنگ تری دارن. این همه دارن یه بار دیگه به خودشون مراجعه میکنن ببینن که تا چه اندازه در این تحت تاثیر این پروژه خرد کننده‌ای که جمهوری اسلامی میخواسته به این جامعه تعمیل کنه سهیم بودن و جامعه داره خودش رو اصلاح میکنه. این به نظر یک انقلاب فرهنگی و این شکل مداوم این مبارزه است
که یک روز هم تعطیل نشده. بله رفیق ابراهیم، ممکنه این سوالم یکم تکراری باشه. شما دستاوردهای تاکنونی این انقلاب رو چگونه جمع‌بندی می‌کنیم؟ به نظر من تمام دستاورداشو میشه در تفسیر شعار زن زندگی آزادی خلاصه کرد. ببینید این شعار در جوهر خودش یک شعار غیر مذهبیه، یک شعار سکولاره. بنابراین جامعه ایران علاوه بر اینکه مقام زن رو یک سر و گردن بالا برده، در این حال به داره قدم به قدم به یک جامعه سکولار از پایین تبدیل میشه. دیگه مذهب اون نقش و جایگاهی رو که در گذشته داشته در زندگی مردم نخواهد داشت. این شعار این کار کرده. از بهایی گرفته تا ببینید شیعه سنی همه دارن در یک موقعیت مساوی با رژیم جمهوری اسلامی می جنگن، مبارزه میکنن. توی این دوره این کار کردن و این خودش یک دستاورد بسیار بزرگی بود. به نظر من یکی دیگه از دستاوردش این بود که صفوف اپوزیسیون خیلی شفافتر کرد. ببینید سلطنت طلبا و خیلی از کسایی که فکر میکردن جامعه ایران بر مدار به اصطلاح تبلیغات و خواسته و مطالبات اونا میچرخه، متوجه شدن که به چه توهمی گرفتار شدن و این جنبش اینو حاصل کرد. این دست رد به سینه هر نوع حرکتی و هر نوع جریانی زد که ممکنه فردا امید زنده کردن به اصطلاح دیکتاتوری گذشته رو در سر داشته باشه. به نظر من یک روح دموکراتیک رو، یک روح آزادی خواهی رو در بین اقشار مردم ایران، روح تحمل مخالفین رو، روح بحثای با گشاده روی اینا رو در جامعه رواج داد. این به نظر من یک دستاورد دیگه هم این بود که کلا اصلاح طلبان حکومتی رو به طور استراتژیک دور انداخت. یعنی اینا دیگه هر چقدر تو این دوره تلاش کردن، با این تلاشی که تو یک سال در مطبوعات در رسانه‌های جمعی میبینیم اینا انجام دادن، نمیبینیم یک گام حتی برای در جهت افزایش نفوذ خودشون پیشروی کرده باشن. همه اینا دستاوردهای این جنبش بوده. جنبش مطالباتی رشد کرده، مردم متعرض‌تر شدن، مردم از رژیم طلبکارترن، جسارت انقلابی تکثیر شده. شما فکرش بکنید با این سرکوب وسیع و گسترده هنوز این درجه از جسارت در خیابان‌های تهران و شهرهای بزرگ ایران مشاهده میشه. یک مسئله دیگه که مهمه در این رابطه مسئله ملیه. این مسئله ملی کرد یکی از مسائلی بود که به اصطلاح خیلی ها در اثر تبلیغات اپوزیسیون راست، تبلیغات خود جمهوری اسلامی، برای این چیز منفی بهش نگاه میکردن. تو این دوره مردم سراسر ایران به قدردانی از مردمی که در این حال که در جنبش سراسری شرکت داشتن ولی شعارها و خواسته و مطالبات ملی خودشون هم مطرح میکردن، پشتیبانی کردن. و این همبستگی خیلی مهم بود. اینکه در شهرهای بینابینی مثل نقده، ارومیه، میاندو آب، ساینقله، قروه، بیجار، شیعه و سنی، کرد و ترک، ارمنی و ترک و کرد همه با هم دوش به دوش هم شعار زن زندگی آزادی رو سر میدادن و مبارزه با جمهوری اسلامی برخواسته بودن. این یک دستاورد اجتماعی بسیار بزرگی بود که جامعه ایران رو از این یک مرحله جلوتر برد. الان دیگه مردم کرد با اعتماد به نفس بیشتری از خواستهای ملیش حرف میزنن، مردم بلوچ با اعتماد به نفس بیشتری از خواستهای خودشون و همینطور مردم عرب و همه ملیت‌های تحت سیستم ایران. و به نظر من یکی از دستاوردهای بزرگ جنبش ژینا بود. بله همینطوره رفیق ابراهیم. همونطور که خودتون هم در جریان هستین، این روزها گروه‌ها و محافل زیادی در داخل کشور دادخواهان و خانواده‌های جانباختگان و غیره از انجام فعالیت‌هایی به مناسبت سالگرد انقلاب ژینا سخن میگویند. حالا سوال من اینه، در کردستان تشکیلات خارج از کشور و حزب ما به خصوص در مجموع چه اقداماتی رو برای سالگرد انقلاب ژینا در دستور کار داره؟ بله همونطور شما هم فرمودید، اخبار رسیده از داخل کشور نشون میده که یک تلاش گسترده‌ای برای پاسداشت و گرامی داشت این روز در جریان هست. و البته این به معنای نیست که هنوز بر ما مکشوفه که اشکال ادامه
جنبش انقلابی ژینا چگونه خواهد بود. ولی در هر حال مردم به پاس جنباختگانی که در این یک سال جونشون از دست دادن و پاس تلاش های امیدبخشی که صورت گرفت این روز رو گرامی خواهند داشت. این تقریبا یک فضای عمومی جامعه ایرانه. در کردستان هم همینطور. در کردستان هم جامعه خیال نداره این روز رو به سادگی همینطور از سر بگذرونه بدون که خاطرش زنده نگه داره و کاری در این رابطه انجام بده. اینو گروه های اجتماعی مختلف فراخوان دادن، تبلیغ میکنن بین مردم و کار زیادی در این زمینه انجام گرفته و به همین نسبت هم جمهوری اسلامی هم البته به تکاپو افتاده، دستگیری‌ها رو بیشتر کرده، فشار رو بر جنبش دانشجویی، بر اساتید دانشگاه ها، بر هنرمندان، بر فعالین کارگری، فعالین مدنی در کردستان، در همه ایران افزایش داده، به این امید که بتونه جلوی این به اصطلاح گرامی داشت این روز رو بگیره. تا اونجا که به ما مربوط میشه، ببینید در خارج کشور رفقای ما در تقریبا در بیشتر شهرهای دنیا که حضور دارن سعی کردن که یک همبستگی حداقلی رو که لازمه و ممکنه در بین گروه های مختلف معترض مترقی و در مجموع پیشرو قابل دفاع به وجود بیارن که این گروه ها بتونن در روز 25 شهریور، در روز 25 شهریور و 26 چند روزی که در حول و حوش سالگرد انقلاب ژیناست اکسیون های مؤثری رو در کشورهای اروپایی به انجام بدن. ما فعالانه در این تلاش ها شرکت داریم. رفقامون در کمیته ها و جلسه هایی که کارش سازماندهی این اعتراضات در خارج کشور شرکت دارن. همینطور در کردستان هم احزاب سیاسی فعال در کردستان در حال گفتگو هستند برای اینکه یک سیاست، یک تاکتیک مشخصی رو برای گرامی داشت روز 25 شهریور و انقلاب ژینا اینو در دستور کار بذارن. این تلاشا امیدواریم در این روزها به ثمر برسه و ما بتونیم با یک به اصطلاح سیاست همبسته و یک سیاست واحد مردم کردستان رو دعوت کنیم به پشتیبانی از گرامی داشته این روز در اشکالی که در فراخوان بعدی حتما روشن خواهد شد. همونطور هم که خودتون میدونین همزمان با فرارسیدن سالگرد انقلاب ژینا جمهوری اسلامی تهدیداتی رو متوجه اردوگاه‌های اپوزیسیون در اقلیم کردستان کرده. از نظر شما چه ارتباطی بین این دو موضوع میتونه وجود داشته باشه و در این رابطه برای حفاظت از این اردوگاه‌ها چه اقداماتی صورت گرفته از نظر شما؟ مهمترین ارتباطی که وجود داره، یعنی میتونه وجود داشته باشه، اینه که جمهوری اسلامی بسیار مایله با میلیتاریزه کردن فضای سیاسی کردستان، با جنگی کردن فضای سیاسی کردستان جلوی رشد و گسترش مبارزات مدنی رو بگیره. این به اصطلاح در این مقطع ارتباطش اینه، یعنی میخواد با حمله کردن به اردوگاه‌های ما و جنگی کردن فضای کردستان به خیال خودش اون جنبش رو تحت تاثیر قرار بده. اما در واقعیت اینه که جمهوری اسلامی خودش هم میدونه اون چیزی که در داخل کردستان ایران در جریانه از درون خود این جامعه برخواسته، فعالین مدنی، فعالین پیشرو اجتماعی و اون تضادها و اون نابسامانه‌ای که تو این جامعه هست موجب این شرایط شده و اینو با فرافکنی و حمله کردن به اقلیم کردستان و حالت جنگی با این کشور و اون همسایه درست کردن و این نمیتونه جلوشو بگیره. بنابراین اون میخوان به این ترتیب ما را تحت فشار بذارن تا بلکه بتونن اون جنبش رو سرش زیر آب کنن که این تقریبا غیر ممکنه. به علاوه میخوان یه جوری به اصطلاح روحیه مردم رو تضعیف کنن با تحت فشار قرار دادن نیروهای ما در اقلیم کردستان. اینا به نظر من همش غیر ممکنه، برای اینکه اساس فعالیت ما تا اونجایی که به این جنبش مربوط میشه، تا اونجایی که به سازماندهی عرصه‌های مختلف این جنبش مربوط میشه، اولا در داخل کشوره، در داخل کشور انجام میگیره و به وسیله نیروها و آدم‌ها و انسان‌های صورت میگیره که هنوز اونجا دارن دل در گروه این خط مشیا دارن، دل در گروه مبارزه دارن و براش جنگیدن، سالهای سال مبارزه کردن. این یکی.
تا اونجایی که به فراخوان‌ها و تبلیغات مربوط میشه که مراکزش در خارج کشور، مراکزش به اصطلاح در شبکه‌های اجتماعی، کسی نمیتونه جلوشو بگیره. بنابراین جمهوری اسلامی با بمباران کردن، درون باران کردن، نمیدونم موشک باران کردن اردوگاه ما به هیچ وجه نمیتونه صدای ما رو خفه کنه، چون صدای ما از یه جای دیگه در میاد. و خود جمهوری اسلامی البته همواره ما رو تهدید کرده. تو این 44 سال همیشه ما تحت فشار تهدید جمهوری اسلامی بودیم و کار خودمون رو کردیم و استراتژی خودمون رو پیش بردیم. بنابراین نمیتونه از این لحاظ هم مؤثر باشه. تا اونجا که به خود اردوگاه ها و اینا مربوط باشه، ما برای اینکه حکومت اقلیم کردستان تحت فشار زیادی قرار نگیره و برای اینکه خود امنیت به اصطلاح انسان‌هایی که تو اردوگاه زندگی کنن تأمین بشه، یه اقداماتی انجام دادیم. از جمله اینکه اردوگاه‌هامون رو غیر نظامی اعلام کردیم. واقعا هم غیر فعالیت نظامی خاصی در این اردوگاه‌ها انجام نمیگیره. آره درسته خونه‌ها تو هر خونه ممکن اسلحه باشه، اسلحه داشته باشن، ولی این در واقع در چارچوب آزادی حمل اسلحه در خود کردستان عراق میگنجه. تو کردستان عراق حمل سلاح ممنوع نیست، فقط باید مجوزش داشته باشی. همه خونه‌های مردم اسلحه هست، بیشتر خونه‌های مردم، و علاوه احزاب سیاسی هم مسلحن. بنابراین اینم بهانه‌ای نیست. و اون اردوگاه ما الان محل فعالیت مدنیه. بچه‌ها دارن تو مکانایی که برای بازیشون ترتیب داده شده بازی میکنن، جوونا دارن ورزش میکنن، مرکز درمانی داریم که به امور درمانی و پزشکی مردم رسیدگی میکنه. فعالیت‌های که اونجا انجام میگیره فعالیت کاملا مدنیه. و اگر جمهوری اسلامی بخواد اونجا درون بندازه، حالا درسته ما وسیله دفاعی در مقابل موشک و درون در اختیارمون نیست، نداریم، بنابراین فقط میتونیم بگیم مرتکب جنایت میشه و تازه این مکانهایی که ما درش استقرار پیدا کردیم داخل مردمه، یعنی با مردم محلی قاطیه. بنابراین نمونه اردوگاه ما در جوارش نزدیک به 5000 خانواده مردم محلی وجود دارن. خب مثلا یک ترکش یک موشکی میتونه یه خونه رو اون دم دون طرفتر ویران کنه. بنابراین اگر جمهوری اسلامی عزمش رو جزم کرده به همچین جنایتی دست بزنه، مثلا تو جایی مثل اردوگاه ما، خب این کار رو بکنه، چون که در از ماهیتش انتظار میره، ولی باید منتظر مثلا عواقب اجتماعی و سیاسی و خیلی چیزای دیگه از جانب مردم کردستان، از جانب افکار عمومی دنیا، از جانب خود مردم کردستان عراق باشه. کار زیادی در این زمین نمیشه کرد. ما فقط گفتیم این اردوگاه رو غیر نظامی اعلام کردیم. ما نمیخوایم مبارزه مسلحانه ما به اصطلاح به پشت جبهه اقلیم کردستان متکی باشه. ما نمیخوایم حضور مسلح ما به پشت جبهه اقلیم کردستان متکی باشه. نیروی مسلح باید راه دیگه برای بقای خودش و برای ادامه کاری خودش در صورت لزوم پیدا کنه و ما این راه ها رو آزمایش میکنیم، این راه ها رو در پیش رو داریم. همینطوری به آسانی تو این سالها تو این شرایط نمیشه جنایت کرد. جمهوری اسلامی امروز جمهوری اسلامی دهه 60 نیست. درسته اونا میگن خدای دهه 60 و خدای دهه امروز یکیه، خامنه اینو میگه، ولی مطمئن باشید مردم دهه 60 و مردم امروز یک مردم نیستن و در مقابل یه همچون فجایعی اگر اتفاق بیفته ساکت نخواهند شد. ما امیدواریم همچین اتفاقی نیفته. اقداماتی هم در این زمینه انجام دادیم و با حکومت اقلیم کردستان هم در تفاهم هستیم و اونا هم میدونن که هم محظورات ما رو میدونن، هم مشکلات خودشون رو میدونن، هم میدونن این کار براشون آسون نیست و انجام این کار براشون آسون نیست. اینا خودشون ملاحظاتی حتما در جلسات گفتگوها با طرفای مقابلشون در میان گذاشتن. بله رفیق ابراهیم، من دیگه سوالی ندارم. اگه شما بخواین نکاتی رو اضافه کنین بفرمایید. خیلی متشکرم. من عرض دیگه ندارم و خسته نباشید میگم به شما. خیلی ممنون رفیق ابراهیم و ممنون از حرفای خوب و پردستاوردتون. بله بینندگان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدوارم تا آخر برنامه ما رو همراهی کرده باشین. تا هفته دیگر بدرود.